به ساعت که نگاه میکنم سرم گیج میره، درست مثل اقربه هاش. در اون اقربه ها یه تونله، شاید تونل زمانه، شاید. وجودم تاریکه، مثل نوتای پیانو، مثل نوتای ویولون. یه صدایی همش تو سرم تکرار میشه، صدای یه بچه. همه فکر میکنن گیجن، ولی نمیدونن سرگیجه دارم. دنبال معنی میگردم ولی سرگیجه معنی نمیشناسه. وقتی سرگیجه داری فقط میخوای حالت خوب شه، دیگه برات مهم نیست که چی کار میکنه، که چی میگه. دنبال حال منم نگرد، چون حالم حالت تهوعه.